سلام دوستان عزیز. واسه یه ساخت این چراغایی که اینجا میذارم حتما ادامه کلیپ رو نگاه کنید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خدا نگهدار. خب چراغا کنیم. آقا این سینه یه چیزه نمونه که اینجا بده این تورالش کنه اینجا لطفا وقتی پوشی چرا با نگاه کنیم این پوشی میدیم تو بدم باید در این باره سوکش آقا ردش کردیم خاراب جا زدیم ماهنمان جا زدیم ابروی پایین جا زدیم ابروی پایین شکستی بعد سیما اومد اینجا الان باید این چراغ دست الان سیما رو باید بکشیم اپوش رو بریم آپوشو رو تو قبل این سیمون ما از همینجا سیمون میبریم میبریم اینجا دوباره رو بست کنیم میبریم توی اتاق آقا همراه باشه آقا من جا آمدم امیرکانی با آقا بود دیگه بستن سکریش موقعم ما جا آمدیم و تنه برقرونش رو درست کردیم یه بدنه بهش بدم سبز میزن این سبزش بعد بهتون بگم که اینا قرمزش بعد من اینجاشو موندم الان ما توی یه چیزه درایوه خب اینجا 4 تا سیم داشتیم یکی برق بود 3 تا دیگه هم بدنه ولی من این بدنه ها رو میدم به این کار نمیکنه فقط سبزش که اونم خیلی کم رنگه بقیه‌اش هیچ کدوم کار نمیکنه آقا مجیدو بیارم ببینم چجوریه چون بابای من امروز کلا نیست ببینیم چجوریه دیگه واسهتون فیلم میگیرم اینم کادو ولنتاینش بود گفتید کادو ولنتاینش اینه من چراغاشو آقا یه چیز دیگه آخر ویدیو حتما واسهتون میذارم که چیا خریدم و واسه چی خریدم و چیا باید تهیه کنید و اینا رو حتما واسهتون میذارم. خدا نگهدار. تبارک الله بانو اون چشمای چوناهو اون موهای تازانو من به تو دارم زیاد بیا من نمیخوام اینا رو وای بیا باش میشو چشم میذاش داده میشمارد خدا اونو پیش من میذاش بذار بره جای دیگه تو هم وانمود کن دلت جایی